بازیگر، 3 تا عشق، کلی حاشیه. پردیس احمدی کیه؟ یه دختر مرموز با گذشته‌ای که خودش هم ازش فرار میکنه. اسمش که میاد نصف فضای مجازی پر میشه از گمان زنی و حاشیه. یکی میگه با بهرام افشاری تو رابطه است، یکی دیگه میگه نه بابا داره با سینا مهراد ازدواج میکنه. اما پردیس احمدی اونقدر توی سریال پوست شیر ترکوند که دیگه همه جا اسمش پیچید. اون سکانس جنجالی تجاوز که دل خیلی‌ها رو لرزون باز شد مردم براش اشک بریزن و اسمش ترند بمونه. ولی اینا شروع ماجرایش نبود، نه اولین نقشش بود نه آخرین جنجالش. قبل از ادامه اگر از ویدیوهای مخبر و دوله‌ای خوشت میاد همین الان ویدیو رو لایک کن و زنگوله رو بزن که بریم سراغ یکی از داغ‌ترین پرونده های هنرمنده این روزا. پردیس، اون دختر چشمشکی که همه فکر میکنن تازه کار و نوظهوره، از 15 سالگی توی سینما بوده. یه روز کاملا اتفاقی توی خیابون چشمش میفته به حمید نعمت الله و نعمت الله هم چشمش به یه استعداد خاص میفته. میفرستدش جلوی دوربین. فیلم مقلد شیطان اولین قدمشه، اما وقتی توی لاک قرمز بازی کرد دیگه همه فهمیدن این دختر یه چیزیش با بقیه فرق میکنه. حالا بذار بریم سراغ اصل ماجرا. رابطه ها، شایعه ها، گذشته پنهان و رازهایی که هیچ وقت رسمی نشدن اما مردم دست از کندوکاو بر نداشتن. توی شناسنامه‌اش نوشته متولد 8 تیر 1371 مراغه. مادرش هم اهل مراغه است، اما پدرش اینجاست که داستان جالب میشه. خودش همیشه گفته بابا مشهدیه، اما یه سری سند و اطلاعات غیر رسمی اومده که میگه پدرش مهاجر افغان بوده. سالها توی مشهد زندگی کرده، بعد میره مراغه و با مادر پردیس ازدواج میکنه. این یعنی پردیس یه رگ افغانستانی داره ولی خودش همیشه از این قضیه فرار کرده. اصلا حاضر نیست بگه یه ریشه افغانستانی داره. چرا؟ چون میگه مردم بابتش به هم فوش میدن. یه بار خیلی جدی نشست جلوی دوربین و گفت من ایرانیم، زاده مراغه‌ام، اصالت پدری میره به مشهد، مادرم تبریزیه. ولی تهش چی گفت؟ اصلا چه اشکالی داره من افغان باشم؟ چرا فوش میدید؟ مگه دست خودمه؟ یعنی انگار یه جوری خواست هم بزنه زیرش هم یه گوشه تاییدش کنه. یه جورایی گفت من نیستم ولی اگه باشم هم چی شده مگه؟ پدرش اهل فرهنگ و موسیقی بود، علاقه‌مند به آواز ایرانی. پردیس هم از بچگی با سنتور رفیق شده تا جایی که توی دانشگاه هم موسیقی خوند، حتی با بندهای موسیقی کار کرده و کنسرت هم برگزار کرده. این یعنی یه هنرمند چند وجهی هستش، نه صرفاً یه بازیگر خوشگل. بعد از کلی فیلم مثل پروانه ها، کلاس هنرپیشگی، دلم میخواد و البته لاک قرمز، یه دفعه با سریال پوست شیر ترکون کنار شهاب حسینی، پانتا بهرام، مهرداد صدیقیان و هادی حجازی فر بازی کرد. اون سکانس معروف تجاوز که باعث شد ملت هم گریه کنن، هم شاکی بشن، هم درگیر شخصیتش بشن. اما به محض اینکه معروف شد داستان ها هم شروع شد. اول از همه رابطش با بهرام افشاری که سر سریال پایتخت داغ شده بود. گفته میشه مدت ها با هم بودن. عکس ها، حضورهای مشترک و نشونه هایی که همه چیز رو تایید میکرد. اما این رابطه به سرانجام نرسید. چرا؟ چون به گفته خودش پردیس دنبال یه مردیه که سختی کشیده باشه. خب البته بهرام افشاری هم از دل سختی ها اومده، ولی حالا وارد میشیم به بمب حاشیه‌ای بعدی. پسر کوچیکه یه سعید سهیلی، کارگردان معروف، یعنی سینا سهیلی که اسم هنریش رو گذاشته سینا مهراد تا مردم نفهمن پسر کیه. حالا با پردیس احمدیه دیده شده. گفته میشه قرار ازدواج کنن و حتی قرار جاری گلوریا هاردی همسر سعید سهیلی بشه. البته رابطهشون هنوز تایید رسمی نشده، اما رفتارها و علنی شدنشون توی مراسم‌ها و چند مصاحبه و استوری مرموز باعث شده همه بگن اینا کارشون دیگه از دوستی گذشته. سعید سهیلی متولد 1366 خودش رو سوپر استار میدونه. سینا هم با وجود اینکه پدرش یکی از کله گنده های سینمای ایرانه، اسم خانوادگیش رو قایم کرده. چرا؟ چون نمیخواد بگن به خاطر باباش اومده بالا. اما جالبه که هر دو پسر سهیلی با دختری وارد رابطه شدن که یه جورایی گذشته های پیچیده‌ای داشتن. گلوریا هاردی همسر سعید، در واقع اسمش واقعاً گلیه اکبریه، دختر کسی که به اسم دکتر انرژی درمانی معروف بود ولی کلی پرونده داره. حالا هم نوبت به پردیس رسیده.
توی مصاحبه‌ای که چند وقت پیش کرد گفت شوهر باید سختی کشیده باشه، قد کوتاه داشته باشه، خوش قیافه هم باشه. این جمله 3 معنی داره. رابطش با بهرام افشاری تموم شده چون از قد بلند خوشش نمیاد. احتمال داره با سینا مهراد جدی بشه چون هم قدش کوتاه هم خوشگل. هنوز همون دختر حساسیه که میخواد با کسی زندگی کنه که واقعا لمسش کنه، نه فقط پولدار باشه. پردیس احمدی با اون چشم‌های خیره کنندش یه راز پنهانه. دختری که از 15 سالگی وارد سینما شد و با موسیقی زندگی کرد. از افغان بودن فرار میکنه، عاشق شد، شکست خورد، دوباره عاشق شد و حالا در آستانه یه ازدواجه. اما چیزی که واضحه اینه که این دختر قصه های زیادی داره، هم قصه هایی که خودش تعریف میکنه، هم اونایی که نمیخواد کسی بدونه. خلاصه یه ماجرا اینه که پردیس احمدی فقط یه بازیگر نیست، یه اسم جنجالیه. از گذشته نامعلوم تا روابطی که هر روز رنگ عوض میکنن، از نوازنده سنتور تا بازیگر سکانس جنجالی پوست شیر، از حواشی خانواده سهیلی تا احتمال اینکه خیلی زود عروس پرحاشیه این خاندان میشه. خب خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. اگه از ویدیوهای ما خوشتون میاد و دلتون میخواد همیشه اولین نفری بمونید که از خبرهای جنجالی ما با خبر بشید، پشت پرده ها و نقدها و بی پرده ها رو میخواید بدونید، همین حالا کانالمون رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا ویدیوهای بعدی مراقب خودتون باشید و همیشه پر انرژی بمونید.